چطور تونستم با وجود بن ترامپ ویزا بشم؟ چگونه باید با آفیسر صحبت کرد و قانعش کرد که شما هیچ مشکلی برای دریافت ویزا ندارید؟ جواب تمامی این سوالات رو تو این ویدیو خواهید گرفت. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. So, let's go! Hi guys, it's Amin by the way and you're watching my YouTube channel. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، زندگیتون رو به روال باشه و سابسکرایب و لایک، کامنت یادتون نره. خیلی ممنون. بریم سر اصل مطلب. شما در پروسه لاتاری به هیچ کسی برای کمک نیاز ندارید. الکی به این شرکت‌های مهاجرتی پول ندید که پرونده‌تون رو وادار به مشکلات بیشتری می‌کنن. در این پروسه به 3 چیز نیاز دارید: دقت و دقت. شما در ثبت نام اولیه، در پر کردن فرم DS260، در انتخاب سفارت و حتی در جمع‌آوری مدارک باید دقت کنید. اگه تو این پروسه دقت کنید خیلی راحت و به تنهایی میتونید این پروسه رو طی کنید. و البته من به شما یک منبع خیلی مطمئن و رایگان معرفی میکنم که شما میتونید با انسانهای با تجربه اونجا مشورت کنید و کارتون رو به جلو ببرید. ولی مخصوصا در پر کردن فرم DS260 خیلی باید دقت کنید که بعداً با پروسه عجیب و غریب آنلاک کردن فرمتون روبرو نشید که بعد یه بازه زمانی خاصی هم حتی دیگه نمیتونید پرونده‌تون رو آنلاک کنید. پس دقت مهمترین چیز در پروسه لاتاریه. و اما میرسیم به مهمترین بخش این ویدیو که چطور میتونیم با وجود بن ترامپ ویزا بشیم. طبق فرمان ترامپ اقلیت‌های قومی و مذهبی کشورمون از بن ترامپ معاف شدن. این اقلیت‌ها شامل ترک‌های آذری، کردها، مسیحی‌ها، سنی‌ها، لرها و بقیه اقلیت‌ها که لیست کاملشون در منبعی که الان براتون میگم هستش. این منبع چیزی نیست جز یک گروه تلگرامی رایگان که ادمین‌هاش چه اونایی که الان از طریق همین لاتاری تو آمریکان و چه اونایی که سالاست تو این کارن همشون خیلی با تجربه هستن و اطلاعات خیلی مفیدی رو با شما به اشتراک میذارن. شما میتونید لیست کامل اقلیت‌های قومی و مذهبی، تمام مراحل پروسه لاتاری، تمام مدارک مورد نیاز و کلی چیز دیگر رو تو این گروه پیدا کنید. من لینک این گروه رو زیر همین ویدیو براتون میذارم که امیدوارم براتون خیلی کمک کننده میشه. پس حالا اگه جزو این اقلیت‌ها هستین خوش به حالتون. ولی یه ولی دیگه، شما باید نکاتی رو رعایت کنید. این نکات عبارتند از: 1. در بخشی از فرم DS260 که ازتون پرسیده میشه زبانهایی که بلدید رو وارد کنید، شما حتما یادتون نره زبان مربوط به قومتون رو وارد کنید. این سوال رو آفیسر از من و چند تا از دوستای دیگه من پرسید. معلومه که روش حساس هستن و میخوام بدونن زبانتون با فارسی شبیه به همه یا نه. پس اونو حتما وارد کنید. 2. اگر زبان مربوط به قومتون رو بلد نیستید خیلی کم هم شده یاد بگیریدش. شاید ازتون بخوان که با یکی اونجا با اون زبان حرف بزنید که اونا مطمئن بشن شما واقعا جزو این قوم هستید. 3. خواهشاً مدارک فیک برای اثبات اینکه جزو یک قوم یا مذهبی هستید تحویل ندید که علاوه بر شما به هیچ جایی نخواهید رسید بلکه با این کارتون شانس بقیه هم سوخت میشه. لطفاً این کارو نکنید. و 4. مدارکتون برای اثبات اینکه شما جزو اون قوم یا دین هستید باید کامل باشه. این مدارک میتونه شامل عکس از فرهنگتون، استشهادیه و خیلی چیزهای دیگه باشه که کامل اینا رو با خودتون ببرید.
و یه موضوع مهم دیگه اونم اینه که سوالات مربوط به اقلیت‌ها که آفیسر ازتون در مصاحبه میپرسه. من اینا رو براتون آماده کردم و الان براتون میذارم اسکرین شات بگیرید. هم سوالات رو نوشتم و هم جواب مناسبش رو نوشتم. این سوالات و این جواب ها تجربه شخصی منه. این سوالات از من پرسیده شده و این جواب من بوده که من تونستم ویزا رو بگیرم. پس جواب این سوالات فقط یک پیشنهاد شخصی از طرف من به شماست که تونستم من با اینا ویزا بگیرم. خب به آخرای این ویدیو رسیدیم و در ویدیوهای بعدی من قرار کل پروسه لاتاری رو از ترجمه مدارکم گرفته تا تجربه مصاحبه و مدیکالم در دبی باهاتون به اشتراک بذارم و همچنین در ویدیوهای بعد اونم قرار ورودم به آمریکا، کارهایی که همون اول انجام دادم شامل باز کردن حساب بانکی، پیدا کردن شغل، گواهینامه رانندگی و خیلی چیزهای دیگر رو براتون حتما بذارم. پس اگه میخواین این ویدیوها رو از دست ندید حتما چنلم رو سابسکرایب کنید، اون بیلک زنگوله رو فعال کنید و لایک کامنت یادتون نره. و هر سوالی هم داشتید یا میتونید تو کامنت ها بپرسید و یا میتونید از طریق پیج اینستاگرامم که در صفحه اصلی یوتیوبم هست شخصی بهم پیام بدید. اگه این ویدیو براتون مفید بود خوش به حال من. از خودتون مراقبت کنید و امیدوارم به تمام آرزوهاتون مخصوصاً به کشور آرزوتون برسید. تا ویدیوهای دیگه بای. باید در پر کردن فرم 200 دینی و مذهبی